سپاس و حمد بی حد مر خدا را که صنعش در وجود آورد ما را. هر دم از ما صد درود و صد سلام بر رسول و آل و اصحابش تمام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همه شما را برادرای عزیز و گرامی و این ماه مبارک تبریک و تهنیت میگوییم. پیش از آنی که یک جایه با شما دعا کنیم میخواستم حدیثی را از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خوانم و بعد خواندن این حدیث ما و شما یک جایه انشاءالله دعا میکنیم. عن انس رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة من الشقاء جمود العين وقسوة القلب وطول الأمل والحرص على الدنيا. رواه بزار. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود: ای بندگان خدا، ای پیروان قرآن و ای پیروان محمد صلی الله علیه و سلم، چهار چیز نشانه بدبختی شماست. اول حبیب خدا گفتند چشمی که یگان لحظه از پروردگار نمی ترسد، چشمی که از ترس پروردگار هیچ وقت آب دیده ندارد. دوم حبیب خدا گفتند نشانه دوم بدبختی بنده این است که دلی که حسد دارد، کینه دارد، عداوت و بخیلی دارد و دلی سخت است. سوم حبیب خدا گفتند آرزوهای دراز که هیچ پایان ندارد، هر روز آرزوی نو در تو پیدا شدن گرفت، اینم نشانه بدبختی توست. والحرص علی الدنیا، چهارم چیزی که سبب بدبختی شماست این سیر نکردن از دنیاست. همیشه شما تلاشی در دنیا دارین، همیشه برای دنیا شده به آخرتان تماما توجه ندارین. این چهار چیز در کدام انسانی که اگر یافت شود نشانه بدبختی اوست. خدایا ما از چشمی که آب نداشته باشد از ترس تو پناه به سوی تو طلب میکنیم. خدایا دلهایی که حسد دارد، دلهایی که کینه دارد، دلهایی که عداوت و بخل دارد، خدایا از این گونه دلها به سوی تو پناه طلب میکنیم. و خدایا از آرزوهایی که اصلا کنده نمی شود، آرزوهایی که هر روز در دل ما پیدا می شود و حب آخرت از دل ما دور می کند، به سوی تو پناه طلب میکنیم. و خدایا از حرص بر دنیا، از تلاش به دنیا، فقط عیش و عشرت دنیا باشد و آخرت فراموش، خدایا به سوی تو پناه طلب میکنیم. خدایا ما را در دنیا بدبخت مگردان،
خدایا ما را از جمله بدبختان بگردان. خدایا ما را همیشه در صف نیکبختها و نیکوکارها نگه دار. خدای مهربان، این ماه مبارک در خاندان همه ما مبارک بگردان. از برکات این ماه مبارک خاندانهای ما را، عمرهای ما را، عبادتهای ما را خدایا با فیض بگردان. خدایا در قدمهای این جمعیت ما حسنات کتابت بفرما. گناهاشان خدایا با فضل و کرم خودت ببخش. خدایا صحت و سلامت آمدن، صحت و سلامت به خاندانشان رسیدن موفق بگردان. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. صدق الله العظیم. برادرای عزیز و گرامی، بنده های خوشبختی خدا، بنده های با سعادتی خدا، الله در این سوره مبارکه بقره برای ما و شما از این ماه مبارک حکایه میکند. این ماه را برای ما و شما خبر میدهد. پیش از آنه که من برای شما این آیتی از سوره بقره را، آن چیزی که مفسرای گرامی گفتند به گوش شما رسانم، اول گفتنی هستم که آن 4 چیزی که سبب شقاوت ما، سبب بدبختی ماست، برادر عزیز و گرامی، این بسیار با توجه باشین. بسیار بسیار نقش مهمه در حیات ما، در عبادت ما. این 4 چیز میبازد. دلی که سیاه میشود. ان ابعد الناس من الله القلب القاسي. برادر عزیز و گرامی، بنده که از رحمت خدا دور است، بنده که از مهربانی پروردگار دور است، بنده که به او خداوند نظر رحمت ندارد، بنده که از او خداوند بیزار است، بنده هست که دلی سیاه دارد. این گونه بنده بدبخت خداست، بنده نیکبخت خدا نیست. بنده که طول العمل آرزوهای او هیچ وقت کنده نمی شود، هر روز آرزوی نو، نقشه نو برای او یاد می آید، تحریزی می کند، لیکن از مرگ، از آخرت چیزی به یاد او نمی زند. این هم آهسته آهسته دل انسان سیاه می کند. دیگر برادر عزیز و گرامی، چشمی که از ترس خداوند اشک نمی ریزد، چشمی که بار هم مهربانی های پروردگار یادش نمی آید و از او چشم آب دیدن نمی چکد. حضرت مولوی میگوید هر سحر برخیز ای دل خدمت جبار کن. هر سحر برخیز ای دل خدمت جبار کن، گر توانی بعد خدمت گریه بسیار کن. حضرت میگوید بعد خدمت، بعد آنی که تو پایبند به عبادت خدا شدی، هیچ وقت عبادت پروردگارت را به آب چشم انجام ندهی.
گریه و زاری عجب سرمایه درگاهی اوست. هر دم صبح سعادت خیش را بیدار کن. پروردگار آب چشم دوست می دارد. خداوند از دیده انسان وقتی که آب می ریزد، الله این آب دوست می دارد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می گوید کل عین باکیت یوم القیامه، همه چشم روز قیامت می گرید. روز قیامت که قائم می شود همه چشم ها گو می گرید. الا عین غضت عن محارم الله و عین سهرت فی سبیل الله و عین خرج منها مثل رأس الذباب من خشیت الله تبارک و تعالی. حبیب خدا گو سه چشم در روز قیامت گریه ندارند، سه چشم در روز قیامت شادی دارند، خرسندی دارند. کدام چشم هاست؟ یکم گو حبیب خدا چشمی که در دنیا حرام پروردگار دید لذت نبرد. هر یک حرام کرده خدا را وقتی که با چشم می‌بیند نفرتش بیدار می‌شود و هیچ وقت با چشم خود در حرام خداوند لذت نمیبرد. یعنی چشم جا از دیدن حرام خداوند در حال گویم 180 گرادوس اون طرف میگرداند، نفرت پیدا میکند، دوست نمیدارد، محبت ندارد، برای اصلاح اون حرام از بین بردن کوشش دارد. این چشم در روز قیامت حبیب خدا گفت خوشبخترین چشمت شادی دارد. دوم چشمی که روز قیامت شادی دارد چیست؟ عین سهرت فی سبیل الله، چشم آن کسانی که تا سحر بیدار پایبند عبادت خدا، تا روز چشمهاش کشاده و خواب نمی کند، خوابش به خانه قبرش مانده است، دنیا دا فقط و فقط پایبند عبادت خدا، تا روز این چشم بیدار است. این چشم روز قیامت از چشمهای میگریستگی نیست، بلکه چشمی است که شادی دارد، خرسندی دارد، زیرا که او آب چشمش در دنیا کرده بود. سوم چشم کدام چشم است؟ حبیب خدا گفتند عین خرج منها مثل رأس الذباب من خشیت الله، چشمی که در دنیا خداوند آنچنان توفیق و آنچنان مهربانی بر همون چشم بنده کرده است که وقتی آیت قرآن میشنود، وقتی قصه عزیزای خدا را میشنود، حتی مثل سری پشه اگر از چشمش آب بیرون شود، پیغمبر خدا گفتند 1000 ساله آتش دوزخ خاموش میکنه. 1000 ساله آتش دوزخ به مثال یک سری پشه که از چشم انسان آبی دیده میریزد. وقتی عایشه را مادر ما وقتی گفتند رسول اکرم امر کرد، رو گفت ابوبکر پدرت بگو که نماز مردم خواند، پیغمبر خدا از جاش خیسته نمیتواند. حضرت عایشه مادر من چی گفتن هو رقیق القلب. ای حبیب خدا گفت من سخن تو را هیچ وقت رد کردن نمیتونم، من از زنهای سرکش نیستم، پدر و مادر من فدای تو میکنم، لیکن من حال ابوبکر من میدانم، عبادت ابوبکر من دیدم، او بسیار نرم دل است. اذا قرأ القرآن غلبه البکا. عایشه گفتند من آخر همیشه میبینم پدرم ابوبکر وقتی که به خواندن نماز شروع میکند دیگر از صدای گریه او آواز قرآن تماما نمیبراید، او فقط نمازش به گریه انجام مییابد. چگونه وی نماز مردم خوانده میتواند؟ نمیتواند. عبدالله ابن شخیر میگوید اتیت رسول الله صلی الله علیه و سلم و هو یصلی ولجوفه عزیز كعزیز المرجل من البكاء.
عبدالله ابن شیخیر میگوید زیارت پیغمبر آمدم که پیغمبر خدا را زیارت کنم. نگاه کردم که نماز میخواند، لیکن از داخل سینه پیغمبر از حساب صدای گریه مثل آواز دیگ بلند میشد. چگونه دیگ صدا دارد، از داخل سینه او از گریه صدا میبراند. دوستای خدا البته همچنان بوده، هیچ لحظه اونها به این انجام نمیاد. و این خاطر چشمی که البته ترس خدا دارد، عشق خدا دارد، عشق اسلام دارد، اون چشم البته عشق دارد. اون چشم یخ کرده شده نیست، چشمی هست که همیشه آب او روان است. دیگر حرصی در دنیا برادر عزیز و گرامی، حرصی در دنیا. حبیب خدا گفتند این دنیا عیش ندارد، عیش در آخرت است. این دنیا اگر 1 ساعت شادی داشته باشد 10 ساعت غم در پس اوست. اگر 1 ساعت تنی صحت داشته باشد 24 ساعت بیماری دارد. اگر این دنیا جوانی داشته باشد اندک بعد میان تو را خم میکند، اعضاهای تو را ضعیف میکند، الکی تو دیگر قوتی راه داشتن نداری. اگر این دنیا اندک بر تو مهلت دهد، یک زمان پیکی اجل به سراغ تو می آید و تو را از دنیا می برد. این دنیا هم تا دنیا است. حال دنیا را بپرسیدم من ز یک فرزانه، گفت باد است یا خواب است یا افسانه، یا مثال توده برف است در فصل بهار، هیچ عاقل دل نبندد با چنین ویرانه. حضرت بیان کردند یک توده برف در فصل بهار است. انسان عاقل دل به این نمی بندد، زندگی میکند، حیات به سر میبرد، لیکن تمام هستی خدا، تمام فکر خدا برای آبادی آخرتش روانه میکند. همه لذات این فانی، حضرت مولوی جنون رحمت الله علیه که در عشق خدا و رسول سوخته بودند، پخته بودند، دیگر اونها گویم همون جسمهاشون بود، درون اونها همه پختگی بود، سوختگی بود. و حضرت بیان میکند همه لذات این فانی به می خوردن نمی ارزد. همه لذات این فانی، ببینید همه لذت هایی که در این دنیاست، این دنیای فنا شونده، به می خوردن نمی ارزد، به یک بار الله اکبر نمی ارزد. همه لذات این فانی به می خوردن نمی ارزد. نباشد نشأه وصلش به یک سوزن نمی ارزد، به یک سوزن نمی ارزد. اگر آینده یا اگر در دنیا پیوست شدن با خدا نباشد، رابطه بین بنده و بین خدا نباشد، این دنیا ارزش یک سوزن ندارد. همه لذات این فانی به می خوردن نمی ارزد. نباشد نشأه وصلش به یک سوزن نمی ارزد. که این راحتگاه فرعون است. حضرت بیان میکردند که این دنیا به جان پیوند نمرود است و راحتگاه فرعون است. ببینید به جان پیوند نمرود است، راحتگاه فرعون است. به نزد عاشقی صادق به یک ارزن نمی ارزد. به نزد عاشقی صادق به یک ارزن نمی ارزد. این دنیا را حضرت ها بیان کردند، جنونی 8 جنت، حور و غلمان، باغ و فردوسش، بروی نازنینش یک نظر کردن نمی ارزد. خدای مهربان در دل همه ما مهر آخرت جایگیر بگرداند. خداوند آخرت ما را آباد بگرداند. خداوند همه خوشبختی ها و
همه نیکبختی ها را خدایا برای آخرت این بندگان خود خدایا برسانی و نصیبشان بگردانی. شهر رمضان انزل فیه القرآن. پروردگار بیان میکند ماه رمضان ماهی هست که ما در این ماه این قرآن را نازل کردیم. این قرآنی که در خاندانهای شماست. شما این کتاب عزیز می‌دارین، از همه بالاتر این جای کردین. این هر سحر شما با دستهاتون میمالین، داخل او را میکشایین، میخوانین و بوسه میدهین. ان همین قرآن در همین ماه مبارک ما نازل کرد. ماه مبارک ماهی هست که نزول قرآن است. تمام کتاب‌های آسمانی نزول اونها در همین ماه رمضان است. مفسرای گرامی میگویند صحیفه هایی که خداوند به حضرت ابراهیم علیه السلام فرستاده بود در اول ماه رمضان به واسطه جبرائیل به دست ابراهیم آمد. در اول ماه رمضان صحیفه هایی که خداوند در او آیت های پروردگار بود و برای زمان ابراهیم علیه السلام مطابق بود در اول رمضان به دست ابراهیم رسید. در ششم ماه رمضان پروردگار تورات موسی را به موسی داد. در 13 ماه رمضان انجیل حضرت عیسی به دست حضرت عیسی آمد. کتاب انجیل کتاب خدا به واسطه جبرائیل به حضرت عیسی آمد. در 18 رمضان مفسران میگویند کتاب زبور که برای داوود علیه السلام بود به واسطه جبرائیل به حضرت داوود داده شد. در 27 ماه رمضان خداوند قرآن را از لوح المحفوظ به بیت العزه یا بیت المعمور در آسمان دنیا پایان کرد و از اونجا طول 23 سال آیت به آیت جبرائیل به پیغمبر خدا پایان میکرد. پس نزول قرآن هم 27 ماه رمضان که ما و شما شب قدر ان انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من 1000 شهر. ببینید قدر این شب، منزلت این شب به چی خاطر بوده است؟ به خاطر که در این شب 27 نزول قرآن است. نزول قرآنی که این هذا القرآن پروردگار در قرآن بیان میکنه هی للتی اقوى. این قرآن رهنمای شماست، این قرآن هدایتگر شماست در راه مستقیم ترین، در راه استوارترین شما را به سعادت دنیا و آخرت میرساندگی این قرآن است. قرآنی که پروردگار گفت این نحن نزلنا ذکر و این له لحافظون. این قرآنی که ما به شما فرستادیم، این قرآنی که باید برنامه حیاتی همه شما از روی این باشد. 15 عصر سپری شد، کسی حرف این دیگرگون کرده نتوانست. الله میگه ما این فرستادیم و محافظت این قرآن ما خودمان به عهده گرفتیم. این محافظت در دست نه پیغمبر، نه اولیاها، نه کسی یگان شخصیت هایی که گویم معروف و مشهورم به کسی نسپاریدیم. محافظت این قرآن، حفظ این قرآن خدا گفت ما خودمان به ذمه گرفتیم.
این حق است. برادرای عزیز و گرامی، در طول این 15 عصر این قرآن هزارها دشمنها پیدا کرد، لیکن محافظ این که قرآن بود دیر ناگذشته کدامش تا 70، کدامش تا 100، کدامش تا 1 ماه پیشگاه مردم را شرمنده شده. هیچ وقت شمع حق رائف کنی تو ای عجوز، هم تو سوزی هم سرت ای گنده پوز. حضرت مولوی میگوید این شمع خداست، این شمع پروردگار است. هر کسی که با این پوف میکند، هر کسی که با این دشمنی میورزد، هر کسی که اینا میخواهد که تغییرات درآورد، هم تو سوزی هم سرت ای گنده پوز. البته میسوزی، شرمنده میشوی، در خجالت میمانی، بیماری فلج میشوی و از دنیا ایمان نمیبری. این هیچ کس با این مقابلت نشان دادن نمیتواند، زیرا این کلام پروردگار است، همان خدایی که با او هیچ قدرت برابر شدن نمیتواند، همان پروردگاری که یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. تمام آن چیزی که در بین زمین و آسمان است از او پروردگار میترسند، همه تسبیح خدا را میگن. محافظ این قرآن همون پروردگار است. کی شود دریا ز پوزی سگ نجس، کی شود خورشید عزیفی منتمس. ای بریده آن لب و حلق و دهان، کی کند توف سوی مه یا آسمان. توف برویت باز گردد بیشکه، توف سوی گردون نیابد مسلکه. این توف تو، این حجمهای تو همگیش بر روی خودت میآید. این قرآن الله وعده داد تا روز قیامت هیچ کس به این چکه شدن نمیتواند، هیچ کس این تغییرات در آوردن نمیتواند. اگرچه روز به روز دشمنای خدا نسبت این قرآن چه بدبینی هایی دارند، چه تغییرات هایی در آورده ایستادند، لیکن قرآن در جای خودش میماند، زیرا محافظ این خدا هست. قرآنی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتن خیرکم من تعلم القرآن و علمه. ای امتان من، شما اگر خواهید که از بهترین امتان من شوید، شما رو به سوی قرآن آرید، قرآن خوان باشید. ببین شما بهترین امت من زمان میشوید که این کشاده و در حرف های این در حیرت نمیمانید، یا به جای خواندن شما افسوس نمیخوریم بلکه این قطارک خواندن میگیریم. شما بهترین امت منید و شما زمان بهترین امت من میشوید که اگر این قرآنی که شما خودتان آموختید به زن و به فرزندها و به همسایه و یا رفیقاتان تعلیم کنید، شما این صورت در بهترین امت من به شما رسید. برادرای عزیز، باز تکرار میکنم، برای یک مرد 40 هنر کم است. قرآن خواندن این بالاترین هنر است. به زمین آن که ثواب میگیری، با زمین آن که پیشگاه خدا و ملائکه ها خرسندی میکنند، در حق تو طلب مغفرت میکنند. باز تو بالاترین هنر برای مرد قرآن خواندن است. تو از جمله همون بالاترین مردها میشوی وقتی قرآن میخوانی. من برای شما در اول ماه رمضان گفته بودم که حبیب خدا یگان لحظه در ماه رمضان از قرآن جدا نمیایستاد، همیشه قرآن میخواند. حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، پیشوای مذهب ما و شما، این دوست خدا، این بزرگ خدا، این اولیای خدا، در ماه رمضان بغیر آنکه در تراویح یک ختم میکرد، بغیر این 60 ختم در قرآن میگذرانید. 61 ختم در یک ماه رمضان جناب می نشست، یک ماه رمضان کلا در قرآن خواندن روان میکرد. برای چی ما پیروای اون خوانیم؟ برای چی ما دوستدارای ابو حنیفه رحمت الله علیه پیرو ابو حنیفه نباشیم؟ قرآن خوان باشیم. برادرای عزیز، من یقرأ آیتین من کتاب الله خیر له من ناقتین. ببینید حبیب خدا میگوید کسی که اگر از قرآن 2 آیت میخواند، 2 آیت
ببین دو آیت چقدر میخوانی کشادی قرآن الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه دو آیت خواندی پیغمبر خدا گفت مکافات چیز خیر له من ناقتین بهتر از این که تو دو شتر در راه خدا قربانی کردی بهتر خیر له بهتر است برای تو از این که تو دو شتر در راه خدا قربانی کردی از ثواب اون از پاداش اون دیده دو آیت قرآن با چشم خواندی این بالاتر و این افضلتر است برادر عزیز برای چه این پاداش بزرگ از دست دهیم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به نهایت در اطراف قرآن خواندن حدیث های زیادی دارد که مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الاترجة ریحها طیب و طعمها طیب ببینین شما همت الحمدلله مؤمنین برادر عزیز مسلمان شما خوش به حالتان خوش به حال شما که شخصای مسلمانین شخصای ایماندارین پیغمبر خدا میگوید آن مؤمنه که او قرآن میخواند او گوییم که تمثیل زدن تشبیه دادن گفتن این مؤمن مثل اپلسین است ریحها طیبون و طعمها طیبون ببینین هم بوی خوش دارد هم مزه خوش دارد مؤمنه که قرآن میخواند تو مثل اپلسین هم بوی خوب داری هم مزه خوب داری مثل المؤمن لا يقرأ القرآن مثل التمر لا ریح لها و طعمها حلو حبیب خدا میگوید آن مؤمنه که قرآن نمیخواند مثل بعضی برادرایی که اینجا نشستن و صدای ما را میشنوند مؤمنن ایمان دارن 5 وقت نماز میخوانند خدا و رسول دوست میدارند همیشه پایبند حلالن از حرام ها دور میگریزند لیکن قرآن که نمیخوانند پیغمبر خدا گفت مؤمنه که قرآن نخواند وای اپلسین نیست وای خرماست مزه خوب دارد لیکن بوی خوب ندارد بوی ندارد مقصد خرما بوی ندارد فقط مزه شیرین دارد مثلا شما به خاطر ایمانتان به خاطر اسلامتان مزه شیرین دارید لیکن قرآن که نمیخوانید شما بوی ندارید ما باید از جمله مؤمن های شویم که هم بوی داشته باشیم هم مزه داشته باشیم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در دیگر حدیث های پیغمبر خدا میگذارد من قرأ القرآن و عمل به البس والداه تاجا یوم القیامه ذوقه احسن من ذوق الشمس فی بیوت دنیا رسول اکرم میگوید کدام جوانی که در دنیا قرآن خوان باشد فردا روز قیامت پروردگار پدر او را در بین مردم از همه پیش میگذارد پدر انسان قرآن خوانه از صف مردم جدا میکنند البسه هم پدر و هم مادر البسه تاجا یوم القیامه بالای سر این پدر و این مادر را خداوند تاج میگذاشته است ذوقه احسن من ذوق الشمس حبیب خدا گفتند آن در و مرواریدهایی که در اون تاج پدر و مادر زدگی است از روشنی آفتاب دیده اونها روشن‌ترند این بالای سر کیست بالای سر آن کسی که حتی خودش که امکانیت خواندن نداشت حداقل بچه‌ش قرآن خوان کرد دخترش قرآن خوان کرد روز قیامت خداوند به خاطر این مهنت و زحمت بالای سر تو تاج میگذارد که روشنی او چشم خیره کننده است برادر عزیز و گرامی به خدا قسم گفتی همون مولوی جنون اگر داری بسر یک ذره هوش بکن این در سخنها حلقه گوش اگر یک ذره عقل داری یک ذره فراست داری اگر یک ذره برای قیامت و قبرت اگر کوشش کننده باشی برادر عزیز و گرامی این بشارت هایی که از خدا و از رسول او برای ما بیان شده ایستادند اینا را از دست ندهید
اینا را از دست دهیم. من قرأ 10 آیات فی لیلة لم یکتب من الغافلین. این بیهقی روایت کردن. اگر کسی که در یک روز 10 آیت از قرآن خواند، خدا او را از گروه غافلا همان روز خط میزند. 10 آیت. اگر کسی 10 آیت از قرآن نمیخوانده است، او از جمله غافلان بوده است، از جمله کسانی که در غفلتند، در بی‌پروایی. از این جمله اینا خدا ما را خط میزند. وقتی روز اگر حد اقل ما 10 آیت از قرآن خوانیم. إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخريف. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند آن کسی که قرآن نمیخواند، آن کسی که کوشش قرآن خواندن ندارد، این کس گفتند مثل خانه خراب شده است. یک خانه که چپه می شود، که دیدگی آدم هم ناراحت می شود و او را در حال می خواهند که تیزد از اونجا برداشته دور برده پرتایند، گویم نظرش هم ناراحت کننده، ایستادی ویم در همونجا ناراحت کننده. انسانی که قرآن نمیخواند، کوشش کننده قرآن نیست، حبیب خدا گفت تو مثل همون خانه خراب شده هستی. پس در همین ماه مبارک انا همون قرآنی که من برای شما در اطراف او کم ترک صحبت کردم، در همین ماه نزول این قرآن است. هدی للناس و بینات. این قرآن پروردگار میگوید هدایتگر برای شماست، برای شما بیان میکند. و الفرقان، جدا میکند حرام را از حلال. فمن شهد منکم الشهر فلیصمه. خدا گفت اگر مبادا کدام تو را مهلت دادم، کدام تو را عمرت باقی ماند و به ماه رمضان رسیدی، به ذمه تو فرض است این که تو از ماه رمضان روزه گیری. الحمدلله که این برای ما و شماست که خداوند برای ما در این ماه مهلت جدا کرد، ما و شما را حیات داد، ما و شما را نمیراند، ما و شما را از این دنیا نبرداشت. پس به ذمه ما و شما داشتن این ماه مبارک، بعد ذمه زنهای ما، دخترهای ما، نبیرهای ما، آن کسی که به سین بلاغت رسیدند، خداوند به همگیش فرض گرداند. ببینید فمن شهد منکم الشهر. شهر اینجا در یک حکمت دیگر هم ناگفته نگذاریم. اینجا خداوند ماه ذکر کرد، ولی بعضی انسان ها میگویند که نه، ماه رمضان 3 روز است. فقط این همه پیشواها و آدمای باسواد که روز شکی گم کردن یا روز همون اساسی شکی نمیدانند، و همین خاطر ما یک ماه کامل روزه میگیریم. نه برادر عزیز، خدا گفته ایستاده است فمن شهد منکم الشهر. شهر ما یا 29 می شود یا 30 می شود. پیغمبر خدا 29 روز هم روزه گرفتند، 30 روز هم روزه گرفتند. پس ما را خداوند میگوید وقتی که رمضان که به شما آمد، این ماهی خواه 29 باشد، خاصی باشد، شما روزه گیرید. فمن شهد منکم الشهر فلیصمه. و من کان مریضا او علی سفر. یکی مبادای ماه رمضان آمد و برادر عزیز و گرامی شما بیمار باشین، چی؟ خداوند به شما بیماری قند داد، بیماری فشار خون داد، یا بیماری داد که شما به نوشیدن و به طعام خوردن گویم که مریض میشوین، باز مریضیتون اوج میگیرد. مقصد به طعام و به شراب شما ایستاده نمیتونید. بیماری هست که یا درد معده دارین که تیز تیز استعمال کردن لازم. خلاص تنی درمند داریم که به طعام و به شراب ایستادن ناممکن است. اسلام حرج ندارد برادر عزیز و گرامی، اسلام مشکلات ندارد. خداوند در دوام همین آیت یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر. خداوند همیشه از شما آسانی میخواهد، هیچ وقت پروردگار بالای شما مشکلات نمیآورد.
حبیب خدا میگوید انما بعثت میسرین ولم تبعث معسرین. ما آمدیم که برای بنده های خدا سبکی دهیم، آمدیم که برای بنده های خدا گوییم که راه های چقدر سبک نشان دهیم، نه آمدیم که تا که بالای بنده های خدا مشکلات جاری کنیم. به این خاطر کدام از شما بیماری هستین که شما به خوردن و به نوشیدن ایستادن شما را طبیب های ما اجازت نمیدهند، خدا برای تو رخصت خوردن داده است. تو بیماری ماه رمضان ده روزه تا میخوری برادر عزیز، وقتی بیماریت که از بین رفت این روزها در گردن تو قضا هستند، تو این روزها را روزه میدانی. یا خداوند میگوید او علی سفرین، یا شما در سفر هستین، مثلا مدتی مسافه مسافری را طی کردین، شما از قرغان تیپه و از دوشنبه و خب گویم از دنگره و از دیگر مکانهایی که از 80 و از 90 کیلومتر بالاست، وقتی که شما طی کردین الله برای شما رخصت داده است که اگر شما روزه تا نخورین هم پیشگاه خدا در گناهکار نمیشوید. اینا امتیازهایی هستند که الله برای بندگانش نصیب کرده است. حتی اگر سفری شما سفری آرام هم باشد، حتی شما در جای مهمان میشوید که فقط خانه خودت نیست، خواه خانه دخترت است، خواه خانه بچت است، خواه خانه همسینفت است، تو مسافری، تو حق رخصت خوردن داری. لیکن اگر گویی نه من مثال شرایطم خوب است خیلی نمیخورم، این دم حق داری. و صوم سفر لا یضر احد. صاحبای مختصر هم میگن که خدا خیرشان دهد که اگر سفری که برای تو یگان زیان و ضرر نآرد، خوب است که تو روزه تا نخوری. اگر روزه تا در مسافرتی هم که گیری، همون روزه تو روزه حساب میخوره. لیکن وقتی میبینی امکانیت ها نیست یا یگان مشکلات داری، برای تو رخصت است. مشکلات هم نباشد برادر عزیز، رخصت خوردن داری. این است معنای آیتی که در سوره بقره خدای مهربان برای ما و شما خبر داده است. پس میگذاریم به حدیث هایی که در این ماه مبارک تعلق به ماه مبارک دارد که این ماه ها چی فیض دارند، چی برکات دارند، برای چی ما اینقدر خودمان از طعام و از شراب و همه آن چیز در پیشمان مهیا هست ولیکن تناول نمیکنیم. اینا آیا مکافاتش چیست؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند من انفق زوجین فی سبیل الله دعی من ابواب الجنه یا عبدالله هذا خیر. حبیب خدا میگوید کسی که اگر زوجین از هر چیز نباشد، از جنس ماده و از جنس نری او، اگر خیر در راه خدا میکند، تمام درهای جنت او را صدا میزنند ای بنده خدا در بهترین عمل چند زدی، بیا به ما داخل جنت شو. کدام انسانی که امروز دادر عزیز، امروز بعض جوانای هستن که امکانیتی خیر احسان داره، خیر احسان از زیبندگیش، زینتش، خوبیهاش همش در ماه رمضان است. اگرچه بیرون از رمضان هم خیر احسان پیش خدا در قبولیت دارد، پیشگاه خدا در درجات تو را بلند میکند، لکن این ماه زیباگی و زینت خیر احسان است که این ماه به 700 و از 700 بالا خدا برای تو پاداش میده. من انفق زوجین، خوش به حال آن برادری که پول دارد و لیکن در برابر پولداری بخیل نیست، مرد بغیرت است. خدا برای او مال داده است، خدا برای او ذخیره ملک داده است، حالی نمیداند که این ذخیره که دارد خودش میخورد یا کسی دیگر میخورد. از همون ذخیرهش در راه خدا در این ماه مبارک برادرای گویم احتیاجمند، برادرای روزدار، برادرایی که شاید در یک هفته یک بار گوشت دیرا هم نکنند، برای اینا خریداری میکند میدهد. خوش به حالش.
خوش به حالش که حبیب خدا میگوید تمام درهای جنت این گونه بای بچه را، این گونه مردکی ثروتمنده 8 در جنت صدا میزند ای بنده خدا چی خوب بنده بوده ای، مرحمت با ما وارد جنت شو. ببین هر در جنت به خودش ناز و ضیافتش دیگر است، هر در جنت به خودش راحتش دیگر است. همه درهای جنت مشتاق همون ثروتمندی که در این ماه مبارک از ذخیره هایی که دارد، از مال و ملکی که دارد بنده های خدا را دستگیری میکنه. خوش به حال اون برادر. انشاءالله در بین ما این گونه برادرها هست و این گونه برادرها با ما مراجعت هم دارن امروزها که ما فلان کارهای خیر کرده ایستاده ایم و میکنیم. خوش به حال شد. دولت داری هم نصیب اونها با، حق مال هم همونها دارن. حیف بر همون پولی که در دست آدمی بخیل میزند، حیف بر همون ثروت دولتی که بر دست یک ناکس میزند که رحم در برادر مسلمان شده دارد. حیف بر همون مبلغ، حیف بر همون مال که این مال برای تو دستگیر نمی شود، این مال برای تو حسرت میارد و خلاص. حضرت علی میگوید وقتی من فاطمه دختر پیغمبر خدا را وقتی در گور گذاشتم شب خیلی ناراحت بودم، خیلی غمگین بودم که از بهترین دختر رسول اکرم فاطمه امشب جدا خواب کردم. بیقرار شدم و سحر به نزد قبر حضرت فاطمه آمدم. نگاه کردم به سوی قبرستان و در حال میگوید یک الهام برای من آمد و به قبرستان ندا کردم ای اهل قبرستان، زمانی که شما مکانهاتان تغییر دادین، یعنی از خانه های دنیاییتان و این خانه آخرت آمدین، خانه هاتان صاحب پیدا کردن. ای اهل قبرستان، زنهای شما شوهر کردند. ای اهل قبرستان، مالهای شما را وارثای شما تقسیم کردند. وقتی حضرت علی میگوید این ندا را من به سوی قبرستان کردم، هاتف یک صدای به گوشم رسید که ای دوست خدا بسیار سخن خوب گفتی، این باید عبرت در تمام مردم زنده شود، برای تمام مردمی که بیرون از قبرند برای اونا عبرت شود که البته خانه های اونها صاحب میابند، مال های اونها تقسیم میشوند، زن های اونها شوهر میشوند. هاتف میگوید گفت آنچه خوردیم فایده کردیم. میگوید از قبرستان صدا آمد آنچه خوردیم فایده کردیم، آنچه پیش گذاشتیم یعنی آنچه پیشکی خیر احسان کردیم برد کردیم فایده شدیدیم، و آنچه که پسنداز گذاشتیم در اونها افسوس خوردیم و در اونها ضرر در پیش خدا کردیم. برادر عزیز این قصه ها خوردن لیکن عبرتی بلند دارد، بسیار عبرتی بلند دارد. پریشان کن امروز ای گنجی نجوس که فردا کلیدش نه در دست توست، کنون بر کف دست نه هرچی هست که فردا بدندان گز پشت دست میگذد. حسرتی میشوی، پشیمان میشوی، دیگر پشیمانی داخل قبر برای تو فایده ندارد. برادر عزیز و گرامی، شیطان از وسواس شیطان خودت نجات ده، هیچ وقت به غیرت نشو. تو آخه 10 دین نداشتی، تو یک سامان نداشتی، خدا تو را به دولت کرد و تو را صاحب مال و ملک کرد. فراموش نکن این مال و ملکی که در دستاری همه را خدا به تو داد، با همون خدا قادر است که از دست تو گیرد. وقتی تو بخیلی را برای خود اگر پیشه میکنی، تو اگر رحم از خود دور میکنی، خداوند باز همون مال و ملک از دست تو میگیرد. و انفقوا مما رزقناكم من قبل ان یأتی احدكم الموت فیقول ربی لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واكون من الصالحین ولا يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبیر بما تعملون.
میخواستم همین آیت تعلیل نمایم، شاید برای بعضی برادرایی که مال دارن، ثروت دارن، خوش به حالتان. من همیشه دعا میکنم که شما ثروتمند باشین، شما دولتدار باشین، لکن از یاد برادر در غفلت نباشی، از یاد همسایت بی پروا نباشی. خودت خوری و خودت راحت کنی و زن و فرزندت معیشت کنن و همسایه پهلوی تو در گرسنگی باشد، تو را ایمانت کامل نیست. تو هر روز از خاندان او همسایه دعای بد میشنوی. خداوند فرمود نفقه کنید، ای شخصانی که ما به شما مال دادیم در راه خدا خیر کنین، مما رزقناکم، از آن چیزی که ما به شما دادیم، من قبل ان یأتی احدکم الموت. خدا میگه پیش از آنه که این تنی صحتی که تو داری، این لباسهای زیبایی که تو میپوشی، این خوشبویی هایی که $100 و $500 ارزش دارد در بدنهات میزنی، این ماشین های نرم و ملایمی که تو سوار میشوی، روز از روزها از این ماشین ما تو را میفراریم و در بستر بیماری خوابت میکنیم. الله میگوید روز از روزها این لباس های زیبا را از بدنت بدر میکنیم، در جایگاه خواب میکنی که بغیر بوی بیماری، بغیر بوی همون لطپاره که بالای او خواب دیگر بوی نداری. روز از روزها بالای این دمات را میخوابانی. پیش از آنه که این حالت برای تو بیاید، خداوند میگوید تو دستگیری برادرای مسلمان کن، تو خیر احسان کن، تو حال مسکین و بیوه ها و بیچاره ها و طالب علما و حال مسجد ها در نظر کن. من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول ربی. ببینین خداوند این منظره را بیان میکند که وقتی که این حالت ما به این آدم دولتدار بخیل وقتی که برپا کردیم، او را در جایگاه بیماری که خواباندیم، وقتی که مرگ به سراغ او که می آمد، بعد چی می گفت؟ فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب. ای پروردگار، ای ذات پاک، برای من مهلت نمیدی 5 دقیقه؟ 5 دقیقه مرا صحت کن، 5 دقیقه مرا از همه جایگاه بیماریم جدا کن، قسم به بزرگی که همه مال و ملک در راه خدا خیر میکنم، همه مال و ملک. ببینید فیقول ربی، زاره میکنه پروردگارا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق و اکون من الصالحین. از بنده های بخیلت نمیشوم، از بنده های بیرحمت نمیشوم. خدایا 5 دقیقه فرصتم بده، 5 دقیقه. پروردگار چی میگوید؟ ولا یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبیر بما تعملون. من که پروردگار تو هستم، من اینا پیشکی به گوش شما رسانیده بودم، من به گوش شما این صدا را داده بودم، تو اینها را در زبان عالم ها شنیده بودی، لیکن تو اصلاح نشدی. من که خدای تو هستم، 5 دقیقه یک طرف، من برای تو 1 دقیقه مهلت نمیدهم. 1 دقیقه برای تو مهلت نیست. خدای تو میدانست که تو چگونه حیات به سر میبری، تو چگونه با بنده های من معامله میکنی، این الله قبلا میدانید. و این خاطر مر و حسرت در پیش خدا بخواه. این است معامله پروردگار با بنده های بخیل. هلاک شو. تو بر این انسان های عبرت نامی گرفتگی هزارها مردن، تو هم از اونها مرد. برادر عزیز و گرامی، اینا قصه های هستن در قرآن که باید انسان بیدار سازد، باید انسان با رحم سازد، انسان باید دهنده کند. تو هزارها شکر به سوی خدا بگو که دست دهنده داری، دست گیرنده نداری، تو دست دهنده داری. اخ تو بای نمیتی برادر عزیز، او پولت رفت معنی رو ندارد تو کم بغل میشوی. الله خودش با بیان میکند ای مرد که پول دار، یا ابن آدم انفق ینفق علیک. انسان تو پول نداشتی، پول دارت کردیم، از همه پولت مسکین ها و بیچاره و نادارها را دستگیری کن، اونها هم در سحر خورک مثل تو دسترخوان زیبا داشته باشند، خورند. ما که پروردگار تو هستیم جای خراجات باز محکم میکنیم. خدا وعدت داده است که تو زلال نمیکنی، کم بغل نمیشوی.
ببین بازم این هم پولت میتد هم حشر جنت فریادت بزند ای بنده خدا با واسطه من وارد جنت شو، زیرا تو از بنده های بغیرت بودی، تو از بنده های بیرحم نبودی. و من کان من اهل الصلاه دعی من باب الصلاه، کسی اگر در دنیا اهل نماز باشد دروازه هست در جنت که نامش نماز است، اون نمازخوان فریاد میزند بیا به پیش من که تو از من هستی. و من کان من اهل الجهاد دعی من باب الجهاد، کسی که اگر از مجاهدهای در راه خدا باشد دروازه جهاد که در جنت است مجاهدها را فریاد میکند بیاین به من درآیید. و من کان من اهل صدقه دعی من باب صدقه، کسی که در دنیا پول داشت و صدقه میکرد دروازه صدقه هم هست، او فریادش بزند بیا به جانب من، این از جای تو، این از راحتگاه تو. و من کان من اهل صیام، کسی که اگر در دنیا روزدار بود دعی من باب ریان. ببین جنت در دروازه هست که نام او ریان است. ریان آدمای روزدار ان همون دروازه که نامش ریان است همون فریاد میزند ای روزدار بیا و دروازه نماز و صدقه و جهاد توجه نکن، این از راه تو، این از جای تو. آدم روزدار دروازه ریان نام تو را میگیرد، نام پدر تو را میگیرد. تو در دنیا ما را حرمت کردی، تو در دنیا به قدر ما رسیدی، تو به آمدن ما خرسند بودی، تو به رفتن ما غمگین بودی، بیا که این از باششگاه تو. وقتی که حبیب خدا گفت من دخل شریبه برابری در دروازه ریان در آمدن روزدار، چگونه ای که شاهها را استقبال میگیرن و اول برای حلق اونها را تر کردن بالای گویم که همون لگنهای فسان، شیش گویم که همون ظرف های قیمت قطع آبشان میدهند، برابری در دروازه ریان در آمدن روزدار حورهای جنتی که خدا برای شما آماده کرده است، بالای همون لگنهای فسان، بالای همون پدناسای فسان که در ظرف‌هایی که یک ظرف او را پیغمبر خدا میگوید اگر به مال دنیا فروشی از مال دنیا را قیمت می‌ایستد، در داخل ما آب برای آدم روزدار پیشنهاد می‌شود بگیر این آب بنوش و بعد آب نوشیدن من که در نکاح تو هستم، من در خدمت تو قائم هستم. ببینید من شرب لم یظمأ ابدا. حبیب خدا گفت کسی که از این آب دروازه ریان نوشید اصلا دیگر تشنگی او را فرا نمیگیرد. این دروازه ریان برای آدمای روزدار است. وقتی اینا ابوبکر صدیق اشار آدمی گویم که صادق بودن گوش کرده، بعد چی گفت؟ ای حبیب خدا آیا هست شخصی که تمام همین دروازه هایی که نام گرفتی همه همین دروازه ها و یا خیرات زند همین تا بنده خدا هست که دروازه جهاد، دروازه نماز، دروازه صدقه، دروازه روزه، همین دروازه ها همش فریادش زنند، هم تا بنده در روی زمین هست؟ حبیب خدا میگوید به سوی ابوبکر تبسم کردند و چی گفتند؟ نعم گفتند ابوبکر بله هم تا بنده ها خدا دارد که همه دروازه های جنت برای او مشتاقند، او را منتظرند، او را فریاد بزنند. و ارجو ان تکون منهم. ابوبکر من در پیشگاه پروردگارم امید دارم و گمانم همین است که ای ابوبکر تو از جمله همون بندگان هستی. ابوبکر صدیق حبیب خدا در دنیا علاکه بشارت داد همه نمون دروازه هایی که خواهش توست انمونا همش در ابوبکر فریاد بزنند تا از جمله همون بندگان هست. پروردگارا ما نیز خواهش من همین است، میل من همین است. اگرچه بنده های ضعیفی تو هستیم، اگرچه بنده های گویم خیلی ضعیف ایمانی تو هستیم، اگرچه بنده های بی غیرتی تو هستیم، اگرچه بنده های تنبلی تو هستیم، خدای مهربان ما را از جمله آن کسانی گردان که دنبال ابوبکر باشه و تمام درهای جنت ما را صدا زند. خدای مهربان اگرچه ما لایقی اینم نداریم، اگرچه عبادت های ما در برابر این نعمت های تو همش عاجزند، لیکن خدایا اگر تو خواهی اینا بالای ما برپا میکنی.
پروردگارا ما را از جمله همون بندگانت گردان. خدایا ما را دوستدار ماهی مبارک گردان، ما را پشتیبان ماهی مبارک گردان، ما را پشتیبان قرآن گردان، ما را پشتیبان اسلام گردان. خدایا این راهی که برای ما نصیب کردی، اگر میلیارد شکر به سوی تو گوییم تا حال این شکر ما باز کم است. خدایا از این راهی راست، از این راهی حق خدایا ما را منحرف مگردان. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمین یا رب العالمین. ان شاء الله ما جمعه آینده خدا خواسته باشد دوام این موضوع را